بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بیننده های عزیز، امید که جور صحتمند باشین. در این ویدیو ما قصد داریم که دیتابیس دواخانه رو بر شما معرفی کنیم دوستا، که دیتابیس برای چی کار ساخته شده، چه قابلیت هایی داره، اینا رو کلا بر شما معرفی میکنیم دوستا. قسمی که میبینین این صفحه اصلی سیستم هسته و این قابلیت هایی که شما اینجا میبینین داره سیستم که ما دانه دانه در موردش صحبت میکنیم. در حال حاضر این قسمتی که میبینین، قسمت طرف چپ، قسمتی هست که از این طریق ما دسترسی پیدا میکنیم به بخش های مختلف سیستم، مثلا به بخش گدام، به بخش فروشات، به بخش نسخه ها، مشتری ها، شرکت ها و مصارف و امثال هم. از این طریق ما دسترسی پیدا میکنیم که فعلا ما در بخش داشبورد هستیم. و در قسمت بالا چیزهایی را که شما میبینین خودی نوتیفیکیشن های ما هسته که روزانه برای ما نوتیفیکیشن میاد که دوای اگر اکسپایر شد نوتیفیکیشن میاد، اگر دوا در کدام کم مانده بود، دوا حد نهایی رسیده بود، باز برای ما هشدار میاد که از این دوای کم مانده باید دوباره وارد کنی. و خوشبختانه سیستم قابلیت سپورت زبان انگلیسی و دری و پشتو رو داره، شما با هر کدامش راحت بدین کار کنین. ما فعلا با انگلیسی کار میکنیم و سیستم قابلیت دارک مود و لایت مود داره، با هر کدامش راحت بدین. ما دارک مود که انتخاب کنیم این قسمی میشه و هم دارک مودش و هم لایت مودش بسیار مقبول و تمیز دیزاین شده و با هر کدامش راحت بدین میتونین کار کنین. خب از قسمت بالایی سیستم و صفحه فعلی که ما قرار داریم دوستا، داشبورد، قسمت گزارش های ما میشه، گزارش های کلی، موضوعاتی که روزانه در سیستم کار میشه یا تغییراتی که در سیستم واقع میشه، فروشات، مصارف، دوا اگه اکسپایر میشه، کل گزارش هایش در قسمت داشبورد برای ما ظاهر میشه. مثلا امروز چقدر فروش کردیم، مقدارش اینجا میاد و ما مثلا همین ماه اخیر چقدر فروش کردیم اینجا میاد و دواهای ما چی تعداد دوای ما اکسپایر میشه یا چی تعداد دوای ما کم مانده، در کدام گزارشش اینجا میاد تعدادش و همون رقم دیگه مسائل. و به شکل چارت هم برای ما میاد که چقدر فروش کردیم، در هر تاریخ چه مقدار فروش کردیم. فعلا ما فروشی نداریم، صفر است. اینا مصارف ما گرافی چارتش در اینجا میاد نشان داده میشه و همون رقم کدام دواهای ما در کدام کم مانده، کدام دواهای ما اکسپایر میشه اینجا لیست میشه. فرقش با بالایی است که اینجا هم داریم، اینجا فقط تعدادش نشان میده که چی تعداد دوا کم مانده یا اکسپایر میشه، اینجا لیست میکنه، یعنی دوا با این مشخصات تعدادش کم مانده، یا اینجا هم لیست میشه یعنی دواها اکسپایر میشه. فرقش با بالایی است. این قسمت گزارش های کلی ما هسته، از اینجا میتونین فیلتر کنین. شما اگه برنج زیاد داشتین و میتونین از اینجا ببینین که گزارشی هر برنجتون جداگانه ببینین و از اینجا میتونین فیلتر کنین که من 7 روز ببینم، 14 روز یا 30 روز ببینم. باز از اینجا میتونین اینا رو تغییر بدین. با دیفالت یا به صورت پیش‌فرض از 7 روز اخیر گزارش ها رو میاره. اگه شما خواستین باز تغییر میتین از اینجا. این از قسمت داشبورد ما هست. حالا میریم سر بخش بعدی صحبت میکنیم. بخش بعدی بخش اینونتوری یا گدام ما هست که تمام دواهای ما، تمام محصولاتی که ما در دواخانه خود داریم اینجا لیست میشه و شما جدید میخواین اضافه کنین، از اینجا اضافه میکنین، مشخصاتش وارد میکنین، از اینجا اضافه میشه. و اگه خواستین سرچ کنین یا فیلتر کنین، از اینجا به اساس نام و دیگه مسائل میتونین سرچ کنین. دیگه ارزش دوایتان هم نشان میده برایتان که امی تعداد دوایی که دارین هزینهش یا ارزش دوایتان چقدر هست. مثلا فی دانه ازی 300 افغانی است و 121 دانه ازی میشه 36300 افغانی. اینا رو براتون نشان میده و تاریخ انقضا هم نشان میده که یعنی دوا مثلا 5 روز پیش بخی اکسپایر شده و به می ترتیب دیگه دواها مگه باشه نشان میده. و اگر خواستین دیلیت کنین، ادیت کنین، از اینجا میشه و جزئیاتش که خواستین ببینین سرش کلیک میکنین. اینجا بسیار با رنگای خوب براتون میگه که مثلا وضعیت
از این دوا در استاکتان از لحاظ از اینکه چی مقدار باقی مانده چطور است. مثلا ما 121 یونیت داریم دیگه، این سبز، یعنی تعدادش خوب است، زیاد داریم، ولی اکسپایر شده، رنگش سرخ شده و اینجا براتون مسیج میده که این دوا اکسپایر شده. دیگه مسائلش هم براتون نشان داده میشه. این از قسمت استاک یا گدام ما هسته که دواها رو اینجا نشان میده. بعد موضوع بعدی موضوع فروشاته. این بخش بسیار مهمه، خیلی پرکار بوده و بیشتر سر کار شما با میبخشه. در این بخش ما، در این قسمت ما دو بخش داریم. یکی بخشی است که دواهایی که ما داریم لیست میشه موجود و اینجا به اصطلاح ثبت خرید هست یا لیست خرید هست. مثلا مشتری از شما دوا میگیره، برای شما میگه حساب کنین قیمتش چند میشه. بعد شما اگر بارکد اسکنر داشتین، اگر بارکد ریدر خریدین، باز او را وصل میکنین به سیستم توسط USB. بعد دانه دانه دواها را از اسکنر رد میکنین، بارکدش میخوانین، اتومات سیستم از اینجا اضافه میکنه. هر کدومش که شما خواندین سیستم اینجا اضافه میکنه. یک قسمی مثلا دیگر اسکن میکنین، سیستم از داخل دیتابیس پیدا میکنه براتون دوای مورد نظر که اسکن کردین، باز اینجا اضافه میکنه به مو ترتیب. اگر دوا موجود باشه در کدامتون، اگر نباشه باز اضافه نمیشه، باز دانه دانه اضافه میشه. و بعد از اینجا شما تعدادش مشخص میکنین که آموکسیسیلین چند قلم، چی تعداد از شما خرید کرده و پاراستامول چی تعداد خرید کرده. باز از اینجا میتونید تعدادش کم و زیاد کنین، باز قیمت هم تغییر میکنه. اگر اشتباهاً اضافه شده بود از اینجا حذف میکنین از ثبت خرید. این کار را هم میتونین با بارکد انجام بدین که معمولا همون رقم انجام میشه، چون سرعت کار پیش میره، خب زیاد میشه. ولی اگر بارکد ریدر نداشتین، ولی یا دستی میتونین از اینجا اضافه کنین. یه قسمی با هر کدامش که شما کار کنین میشه. خب ما فعلا 2 دانه دوا و ثبت خرید اضافه کردیم. برای ما سیستم قیمتش میکشه. اگر مالیت تخفیف داشتین باز سیستم اونا رو براتون نشان میده اینجا. و بعد شما از اینجا ایره پرداخت میکنین، همین که کامپلیت پیمنت بزنین، این پرداخت میشه، شما پول از اونا میگیرین و از کدام کم میشه. 2 تا آموکسیسیلین از کدام کم میشه، 2 تا دیگه پاراستامول از کدام از تعداد ما کم میشه. این پرداخت قسمی انجام میشه. ما فعلا این پرداخت تکمیل نمی کنیم، بعدا دوباره ما میایم سر از این موضوع صحبت میکنیم. خوبی از قسمت فروشات ما. موضوع بعدی خود سیلز هسته. این اردو خیلی با هم مرتبطه، یعنی تقریبا میشه که بگیم که اردوش یک موضوع میشه. اینجا ما فقط فروش را انجام میدیم، بعد لیست فروشات را که ما داریم، مثلا تا به حال فروش کردیم، اینجا میبینیم که ما چی را فروختیم، چی تعداد فروختیم، کلا اینجا لیست میشه. چون اینجا لیستش نداریم دیگه، اینجا ما فقط دوا را داریم، ثبت خرید داریم. باز لیستش اینجا میبینین که ما از کدام دوا چی تعداد فروختم. مثلا جزئیات چه ببینین، میگه از این دوا شما 5 تا فروختین، به این قیمت فروختین. این لیست فروشات در اینجا ظاهر میشه و تمام جزئیاتش ظاهر میشه. و سیستم قابلیت از این داره که شما یک فروش را برگشت بزنین. مثلا به یک مشتری فروختین، پشیمان شده یا به هر دلیلی دوا لازمش نشده، پس آورده. اگر شما پالیسی کاروبارتان اجازه بیده که دوا را برگشت بزنین، با شما از اینجا سیستم براتون اجازه میده. دوا را چیکار میکنین؟ وید میکنین و یه وقت برگشت بزنین، اتومات دمی تعداد دوایی که فروخته شده بود پس به کدام اضافه میشه و کدام دوباره به حالت اول برمیگرده. این قابلیت خوب را هم سیستم داره. خوبی از قسمت لیست فروشات ما. قسمت بعدی نسخه های دوستا. مثلا شما یک زمانی هست که یک نفر نسخه میاره، صحیحه؟ یک نفر یک نسخه میاره وش میگه طبق از نسخه ما رو دوا بدین. شما ممکن داره لازم شوه به خاطر بعضی مسائل نسخه را هم ثبت سیستم کنین. باز در اون صورت سیستم براتون اجازه میده که نسخه را ثبت کنین. شما مشخصات نسخه را وارد میکنین که دکترش کی هسته و
کدام یادداشت اگه داشت اونا رو اضافه میکنین و بعد از اینجا مشخص میکنین که کدام دوا را اینا از شما خریده. هر دوایی رو خواستین از اینجا اضافه میکنین، مثلا نامش انتخاب میکنین، میگه یادم یک آموکسیسیلین گرفته، یک تا از این دوا گرفته، یک تا مثلا پاراستامول گرفته. بعد دیگه مسائلش اینجا اضافه میکنین و سیف میکنین. وقتی سیف کنین بازی دوا فروخته میشه، نسخه هم ثبت سیستم میشه، دوا هم فروخته میشه، از کدام کم میشه. یعنی اگه شما بخواین با نسخه چی کنین، کار کنین، نسخه را ثبت سیستم کنین، فروش شوه، باز از اینجا میشه. یکی فروش POS بود که بدون نسخه بود دیگه، مشتری آمده دوا میگیره، نسخه نیسته، شما نمیخواین نسخه ثبت سیستم کنین، فروش میکنین، یک زمان پیش میاد که نسخه را هم شما در نظر میگیرین، باز سیستم اجازه را بر شما میده که نسخه را هم ثبت کنین. این از موضوع نسخه ها. بعد موضوع کاستومر است دوستای عزیز. کاستومر چه زمان مورد نیاز ما میشه که ما کاستومرهای خودم به سیستم ثبت کنیم یا مشتریای خود؟ در صورتی که شما عمده فروش باشین و با یک تعداد اشخاصا یا با یک تعداد دکاندارای دیگه، دوا فروشای دیگه که هستن، شما قرارداد داشته باشین و اونا از شما عمده دوا خرید کنه و بین شما گاهی اوقات مثلا قرضداری به وجود بیاید و این مشتری پولیتان تکمیل پرداخت نکنه، باز در اون صورت شما لازم میشه که مشتری را ثبت سیستم داشته باشین، یک دفتر حساب برای اینا داشته باشین دیگه که چقدر دوا برده از شما، چقدر قرضدار مانده، چقدر پرداخت کرده، باید یک حساب پیشتون باشه، یک دفترچه حساب پیشتون داشته باشین. باز او زمان است که شما میایین اون مشتری را از اینجا ثبت سیستم میکنین که این مشتری است و مشخصاتش میگیرین و اگر قبل از قبل شما با آدم حساب دارین، مثلا یک مقدار از شما قرض داره، باز او را هم وارد میتونین در سیستم که یعنی مقدار آدم از ما در حال حاضر قرض داره، که سیستم بفهمه که چقدر از شما قرض داره، که از او بعد دیگه موضوعات از او را روی از او اضافه کرده بره و قرضداری فعلیش را هم در نظر بگیره، باز او را هم میتونین از اینجا اضافه کنین. اگر قرضدار نبود باز صفر بزنین او را. خب ما فعلا یک مشتری نمونه داریم دیگه، مشتری ایجاد نمی کنیم. ما یک مشتری داریم که حساب کتاب داره با ما. به طور مثال این مشتری فعلا از ما نه قرض داره نه طلب هسته، در مجموع به ارزش 5250 افغانی دوا برده از ما و تکمیل پرداخت کرده، 5250 افغانی رو تکمیل پرداخت کرده و روز اولی که ما برای اینا حساب ایجاد کردیم، اینا از ما قبل قرضدار نبوده، پس اوپنینگ بالانسش صفر بوده و دیگه مسائلش هم اینجا نشان داده میشه. و بعد شما که بخواین دفترچه حساب از آدم رو ببینین که تکمیل حسابش با ما چه رقمی است، باز میتونین بیاین سر فول استیتمنت از رو باز کنین، با سیستم اینجا براتون یک حساب کتاب تمیز نشان میده که اینجا نشان میده چه مقدار از شما قرضدار است، چقدر تا به حال دوا برده و چه مقدار پرداخت کرده. فعلا حساب ما با اینا صفر است و هرچی دوا برده پولش را پرداخت کرده و کدام لیستی در این قسمت نداریم. لیست به خاطر نداریم که این به اساس تاریخ نشان میده، یعنی در حال حاضر از این تاریخ تا این تاریخ نشان میده که در این تاریخ ما کدام لیست اینجا نداریم، ولی اگر ما از اینجا فیلترها رو تغییر بدیم باز لیستایش برای ما بالا میاد که چه مقدار دوا از ما برده. در این تاریخ ما کدام حسابی با اینا نداریم. این قسمت مشتری های ماست. این حال ما میایم یک خرید این مشتری از ما انجام میده، یک مقدار دوا از ما میگیره آدم و یک مقدار پول برای ما پرداخت میکنه، ما میبینیم که چه رقم حسابش با این سیستم کنترل میشه. خب پس میایم در قسمت فروش، ما یک سری دوا رو میفروشیم، مثلا میگیم این آدم از ما آموکسیسیلین خریده و پاراستامول خریده و میگیم که یک 5 قلم آموکسیسیلین، یک 5 قلم هم پاراستامول از ما خریده. بعد یعنی قسمت کاستومر شما دقت کنید دوستو، اگر مشتریتان یک مشتری تصادفی است و پول دمو لحظه پرداخت میکنه
عمده از شما نمیبره، شما هم نمیخواین که نام و مشخصات مشتری رو ثبت سیستم کنین. در اون صورت این فروش رو که ثبت میکنین دیگه از اینجا کاستومر انتخاب نمیکنین، این فروخته میشه میره دیگه، مشتری رد کار خود میره، شما پول خود ازش میگیرین دیگه، دفترچه حسابی به نام از اون مشتری نیسته. اما قسمی که گفتم وقتی اگر مشتریتون مشتری دائمی است عمده میبره شما، باز شما از اینجا مشتری رو انتخاب میکنین تا که دفتر حساب از او آدم چی شوه، آپدیت شوه، تغییر کنه و کنترل حساب پیش شما باشه. ما یک تا مشتری داریم احمد خان رو انتخاب منیم و این تعداد دوا از ما خریده، ارزش کلیش شده 2750 افغانی. ایناله اگر یادم تکمیل پول شما رو پرداخت کرد، شما کش میکنین، از اینجا قسمت کش انتخاب میکنین و کامپلیت میکنین، این تکمیل پرداخت میشه. اما یادم شما رو پول تکمیل نمیده، مثلا 5000 و چه ببخشین 2750 افغانی شما خریده، 2000 افغانیش پرداخت میکنه براتون، 750 افغانی از شما باقی میمانه، یعنی یک مقدار پول را براتون پرداخت میکنه. اینال شما رو پرداخت میکنه، این پرداخت شد و این رسیدش هسته و سیستم میگه که این مقدار پرداخت کرده و 750 افغانی باقی مانده. این پرداخت انجام شد، کدام ما کم شد تعدادش برای دو تا دوای ما. حالا میایم در لیست فروشات ما میانه 2750 افغانی یک فروش ثبت شده. اینال میایم در قسمت کاستومر، این حساب از آپدیت شد. اینال یادم 750 افغانی از ما قرضدار شد، در مجموع 8000 افغانی خریده، 7250 افغانی پرداخت کرده، یعنی قدر قرضدار مانده. حالا میایم سر استیتمنت. از شما استیتمنت هم از اینجا میتونین باز کنین دوستای عزیز، هم از این قسمت میتونین باز کنین استیتمنت. اینال استیتمنت آپدیت شد، این آدم 750 افغانی قرضدار شد، یعنی مقدار خرید کرده، یعنی مقدار پرداخت کرده و لیستش هم آمده که میگه که در این تاریخ ما برای اینا فروش داشتیم، بابت از فروشی که یعنی شماره فروش هسته، این 2750 افغانی خرید کرده بود از ما، ولی پرداختی نداشته و مقدارش بوده 2750 افغانی. بعد پرداخت رو که انجام داده، پرداختش هم اینجا ثبت شده. خب این خود فروشش هسته، پرداختی که انجام کرده برای ما یعنی پرداختش هسته. چقدر پرداخت کرده؟ 2000 افغانی پرداخت کرده. صحیحه؟ اینال تا اینجای کار وقتی آدم یعنی قدر خرید کرده، 2000 پرداخت کرده، چقدر قرضدار مونده؟ 750 افغانی از ما قرضدار هسته. اینال این نفر اگه یک فروش دیگه ثبت کنه، اتومات سیستم و فروش اینجا ثبت میکنه، باز حساب کتاب از او توتال میکنه، در اینجا نشان میده که چقدر قرضدار است، چقدر پرداخت کرده. به همین ترتیب لیست شده میره پایین، هم پرداختایش لیست میشه، هم خریدایی که شما کرده لیست میشه و این هم آپدیت شده میره. اینال و طور مثال این مشتری برای شما آورده، می بدهی خود صاف میکنه، 750 افغانی قرضدار بود، این پول برای شما پرداخت میکنه. این پول اگه خواست نقدی پرداخت کنه براتون، مثلا دیگه دوا شما نمیخره، فقط امی بدهی خود پرداخت میکنه، با شما از اینجا یک پیمنت ثبت میکنین برش، میگین که نقدن برای ما پول آورده، چی مقدار آورده، سیستم اتومات امو قرضداری فعلیش که است امو را اینجا پرو میکنه براتون، فیل میکنه. اما اگر کمتر آورده بود شما رو میتونین خودتون تغییر بدین، مثلا میگن 750 افغانی نآورده، 500 افغانی برای ما آورده، بازم تکمیل نآورده. و اگر کدام رسیدی بین شما رد و بدل میشه، باز شماره رسید را هم ثبت میکنین. هر رسید یک شماره داره، شما به عنوان ثبوت رسیدتان هم مثلا میگن رسید شماره 12 بوده، 750 افغانی باقی بود ولی 500 شای قرار پرداخت کنه. کدام یادداشت اگه داشتین، باز یادداشت هم ثبت میکنین، این پیمنت ثبت میکنین. یعنی سیستم آپدیت شد، یک پیمنت دیگه مشتری انجام داده، 500 افغانی، چقدر باقی مانده تا اینجای کار؟ 250 افغانی باقی، که اینجا هم نشان میده دیگه، مسائلش هم اینجا نشان داده میشه. دوباره اگر پول نقد برای شما بیاره، دوباره از اینجا پرداخت کنه. اما اگر بیا باز از شما دوا ببره، باز از اینجا میان ثبت مثلا میگن دوباره آمد از ما، این دفعه از دو تا دوا برده، دو قلم برده، 900 افغانی شده، کدام مشتری برده؟ احمد خان برده، این دفعه بازم پرداخت کرده برای ما 900 مثلا
اگر تکمیل پرداخت کرد شما میگین 900 تکمیل برای ما پرداخت کرده. بازی را که شما بزنین خب ما پیمنت منیم تکمیل میشه. میایم در قسمت کستومر، میایم سر استیتمنتش، میبینین که هنوز 250 قرض دارش. چرا؟ چون 250 پرداخت نکرده دیگه. اینا دیگه فروش ثبت کردن ولی پولش را تکمیل پرداخت نکرد. فروشش چند شده بود؟ 900 افغانی شده بود و اینا 900 تکمیل پرداخت کرد ولی از حساب قبلیشی از ما قرض دار مانده. خب این از این قسمت دوستای عزیز. ما ببینیم یک دفعه که فروش ما اینجا باید لیست میشد ولی فروش ما نداریم. ما فیلتر از را تغییر میتیم برای این ماه، برای این هفته. بله او به خاطر فیلتر دوستای عزیز اینال برای از این هفته اینال فروش ما آمد. این فروش اولی بود که ما انجام داده بودیم. 2 پیمنت هم داشتیم که برای ما پرداخت کرد. دوباره اینا یک خرید از ما انجام داد 900 افغانی که ارزشش یا مقدارش شده بود این مقدار. بعد اینا 900 افغانی برای ما پرداخت کرد و تا این قسمت 250 افغانی از ما قرضدار بود. 900 دیگه هم از ما قرضدار شد که شد تا اینجای کار 1150 افغانی از ما قرضدار شده بود. اینال 900 دیگه پرداخت کرد. 900 را این از کم کنین میشه 250 افغانی. 250 افغانی هنوز از ما باقی است. اینا این جمع نشان میده. تا زمانی که اینا 250 را پرداخت نکرده اینمی حساب شده میره. خرید کنه، فروش چه از شما خرید کنه، دوباره پرداخت کنه، به سیستم خودش حساب میکنه، توتال میکنه. اینال نفر 250 افغانی میره نقدی پرداخت کنه. ما میگم 250 این دفعه تکمیل پرداخت کرده. اینجا یادداشت میدم که حساب صاف شد یا مثلا میگم تکمیل پرداخت شد. تکمیل پرداخت شد. این ثبت منیم حساب ازی باید 0 شود. یعنی حسابش 0 شد، پرداخت اینجا ثبت شد دیگه. اینجا یادداشتش هم آمد که تکمیل پرداخت شده دیگه. یادم اینالی حسابش 0. اینجا نشان میده که تا اینجای کار دیگه حساب ازی 0 شده. 250 پرداخت که 0 شد یعنی قدر دوا برده. یعنی بسیار تمیز، بسیار خوب موضوع دفتر حساب مشتری شما سیستم میتونه کنترل کنه، انجام بده. از اینجا باز بعداً اگه خواستین جستجو کنین یک زمان حساب کتابتان به مشکل مخوره، باز به اساس مشخصاتی که اینجا هست میتونین سرچ کنین، رفرنس نمبرش بزنین، یعنی نمبری که هست و یا نام چیزی که در توضیحاتتان هست اینجا وارد میکنین، براتون فیلتر میکنه، سرچ میکنه. و اگر خواستین تمام حساب سالتان با یادم ببینین DCR را انتخاب میکنین، تمام حسابش میاره. این حسابایی هست که ما قبلا به عنوان تست وارد کردیم. از همه زمانها را اگر خواستین، یعنی از چندین سالی که با اینا کار کردین، all the time را انتخاب کنین. امسال انتخاب کردین امسال هم میاره، این ماه را انتخاب کردین این ماه را میاره، این هفته را انتخاب کردین این هفته را میاره. اگر خواستین از یک روزی دقیقه ببینین باز تاریخش اینجا وارد میکنین براتون میاره. و اگر خواستین فیلتر کنین که فقط فروشات چه خریدایی که اینا داشته یا فروشی که ما برای اینا داشتیم بیاره، فقط فروشات میاره. اگر خواستین پیمنت ها یا پرداخت که برای شما داشته فقط پرداختی ها رو میاره. و حتی سیستم قابلیت خوبم داره دوستای عزیز که شما یک فروش را که به یک کستومرتان داشتین برگشت بزنین، باز به او خاطر فیلتر برگشت هم اینجا هسته، او را شما میتونین برگشت هم بزنین. مثلا یعنی فروشی که داشتین، مثلا ما فیلترش تغییر بتون، یعنی فروش میرین برگشت میزنین، باز اتومات سیستم این مبلغ را از این قسمت کم میکنه، حساب از آدم رو تنظیم میکنه و یه فروش برگشت میزنه. هم گدام میتونه دوباره تنظیم میکنه، همون دواهایی را که آدم برده بود پس به گدام اضافه میکنه و حساب کتابش رو در اینجا 0 میکنه. یعنی چی میکنه؟ همون مبلغی که پرداخت شده بود، خرید کرده بود، پس به حالت اول تنظیم میکنه، برگشت میزنه. این قابلیت سیستم داره. و اگر احیانا خواستین مثلا از زمین گزارش مثلا ماهانه زیاد هم یا هفتهوارش برش یک
فایل اکسل برش بدین یا گزارش زیر به قالب اکسل داشته باشین، از اینجا اکسپورت منین. این همه گزارش براتون در اکسل چی میکنه؟ پرینت میکنه که شما میتونید برای نفر روان کنین که یعنی حساب کتاب موضوع در یه حالت هسته. مثلا این ماه حساب موضوع این رقم، مثلا یعنی این ماه رو انتخاب میکنین، بعد از اینجا اکسپورت میزنین. این اکسپورت میزنین، سیستم میگه در کجا ذخیره کنه و اینجا شما انتخاب میکنین، سیستم میره ذخیره میکنه. خب دوستای عزیز، این هم از این قسمت کاستومر ما. خیلی زیاد شده قسمت. حالا میریم سر بخش بعدی صحبت میکنیم دوستای عزیز. میایم سر بخش بعدی، بخش درگ تمپلیت یا قالب دوای ما که داریم. سر از این موضوع فعلا صحبت نمیکنیم، یک موضوع خیلی پرکاربرد نیست، ولی ما اینجا در نظر گرفتیم که فعلا سرش صحبت نمیکنیم که کارش چی هست نیست. موضوع بعدی دوستای عزیز موضوع سپلایر هست یا موضوع شرکت هایی که شما از اینا دوا میارین. این هم بسیار یک بخش مهم است، مثل کاستومر. از کاستومر قدمی مهمتر است، به خاطر که از شرکت هایی که شما دوا میارین همیشه حساب کتابتان با اونا بسیار جنجالی است، وقتگیر است. مثلا شما یک ماه یا چند ماه از اونا دوا میارین، عمده میارین، باز پرداخت میکنین برشان، کم مثلا تکمیل پرداخت نمیکنین. اما قسمی که کاستومر بر شما قسطی پرداخت میکنه، شما برای شرکت ها کم کم پرداخت میکنین. یک دفعه 10,000، یک دفعه 50,000، یک دفعه 40,000 پرداخت میکنین دیگه. باز حساب کتاب از اینا سیستم خیلی خوب برای شما چی کرده؟ مدیریت کرده. شبیه به مشتری ها ما اینجا برای ما نشان میده که فعلا حساب از شرکت با ما چه رقم است، چقدر پول سر ما داره، یعنی بالانس میشه همون موضوع. و در مجموع همون بیل یا همون دعوایی که بر شما آورده، معمولا شرکت ها به اساس بیل دعوا میاره. باز اینجا نشان میده که چی مقدار دعوا تا به حال بر شما آورده که 9940 افغانی آورده برای ما، چقدر شما پرداخت کردین برشان، یعنی مقدار پرداخت کردین، یعنی مقدار قرضدار هستین. و این هم یک اپینین بالانس داره که مثلا وقتی شما سیستم رو فعال میکنین، از او پیش شما حتما کاروبارتان یا با سیستمی دیگه است یا با کتابچه قلم است و شما حسابتان با اونا صاف میکنین تا همون تاریخ را. بعد قرضداریتان هر مقداری که هسته، مثلا در همون تاریخ شما از اینا 5,000 قرضدار هستین. باز وقتی شرکت ثبت سیستم میکنین، باز دمی اوپنینگ بالانسش میگین که ما از یادم 5,000 در حال حاضر قرضدار هستیم، تا سیستم بفهمه که از او به بعد حساب از او چه رقم در نظر بگیره. خب همون رقمی سپلایرهای ما هم دفتر حساب داره دوستا. وقتی بیایم داخلش تمام حساب کتابش سیستم در اینجا برای ما نشان میده. فعلا در این تاریخ که اینجا هسته ما کدام حساب با اینا نداریم، ولی در مجموع از اینا قرضدار هستیم 540 افغانی و این مقدار دوا آوردیم. خب اینال مثلا شرکت برای شما دوباره دوا میاره دوستای عزیز. شرکت دوار برای شما آورده رسانده و این مثلا میگن امی کمپانی گلوبال با یک شماره بیلی 123 مثلا شماره بیل است، همون دوایی که بر شما آورده هر دوا بیل داره دیگه. هر باری که براتون جنس میاره بیل میده شماره بیل اینجا میزنین، بعد کدام یادداشت اگه داره، بعد از او دانه دانه وارد میکنین که برای دایی بیل کدام دواها آمده. خب انتخاب میکنین، تعدادش مشخص میکنین که این تعداد برای ما آورده. مثلا اول ما میگیم همین کمپانی با همین شماره بیلی 123 برای ما موکسیسیلین آورده 100 دانه آورده و قیمت فی دانه ازی ما وزی صحبت کردیم با هم، مثلا شده قیمت فی دانش 150 افغانی. دیگه برای ما آورده پرستامول، از پرستامول 150 قلم آورده و قیمت فی واحد از 200 افغانی تمام شده. و دیگه همین رقم اگر دیگه دوا براتون آورده بود دیگه آورده بود اضافه کردم مورد نظمی قسمت. ما فعلا به دو دانه چی میکنیم؟ اکتفا میکنیم، پیش میریم. کدام یادداشت وارد کردین اینا، تاریخش هم همون تاریخ روزی که دوا براتون میرسه انتخاب میکنین. اینا ما ذخیره میکنیم. خب این دوا این لیست خرید ما ذخیره شد، ولی در حالت پندینگ شما
باز از این قسمت میایین میگین که ما امی جنس ها را چه تعداد دریافت کردم. این بیشتر به خاطر در حالت پندینگ قرار میگیره که اگر شما لیست خریدتان پیش از پیش تهیه کنین، باز او در حالت انتظاره تا زمانی که دوا براتون برسه. مثلا شما لیست براتون تهیه میکنین، از این دوا کم دارم، از این دوا کم دارم، باید از این کمپانی وارد شوه، از این کمپانی وارد شوه، یعنی تعداد وارد شوه. باز لیست خرید ترتیب میکنین، باز این در حالت پندینگ میباشه تا زمانی که کمپانی جنس براتون برسانه. باز جنس که رسان براتون، شما این لیست خریدتان میبینین یک 100 تا از این سفارش دادی، 100 تا 150 تا از این. بعد چیکار میکنی؟ وقتی رسید میکنی را ریسیو کارت میزنین. بعد این که زدین برشان میگن که ما 100 دانه سفارش داده بودم، چند دانه برای ما آورده. اگه 100 دانه تکمیل آورده بود میگن 100 دانه تکمیل آورده. اگه کم آورده بود باز اینجا میگن که 100 دانه ما سفارش داده بودم، یا آدم 150 دانه برای ما آورده. یا چی 150 دانه سفارش داده بودیم، 100 دانه برای ما آورده. باز این لیست خریدتان اینا رو کلا براتون مدیریت میکنه که بعدا اگر کم آورده یا زیاد آورده شما بتونین کنترل کنید. اینا برای ما میگم تکمیل آورده 100 دانه از این آورده، 150 دانه از این تایید منیم، این خلاص میشه. این رسید شد دیگه. این سفارش تحویل دیده شد، ما سفارش داده بودیم برای ما آورد رساند، ما تحویل گرفتیم. خب و مبلغ پولی که شده 45,000 افغانی شده. اینال میم در شرکت حساب خود با شرکت میبینیم صحیحه. این 45,000 افغانی 540 افغانی از قبل اینا بالای ما داشته، 45,000 دیگه هم این دفعه برای ما دو آورده، اینال شده 45,540 افغانی. ما میریم جزئیات بیشتر از این دفتر حساب از اینا رو میبینیم. اینال ما یک خرید 45,000 افغانیگی داشتیم از اینا که شمارش هم رفرنسش 98 بوده. بعد برای اینا ما کدام پرداختی نداشتیم، درسته؟ کدام پرداختی ما تا به حال نداشتیم. اینا ما میایم برای از اینا پرداخت میکنیم دوستای عزیز. صحیح، همون نفر فروشنده ازی که دوا را آورده یا حالی یا یک تاریخ دیگه یا در لحظه پرداخت میکنین، وش فرق نمیکنه. شما یک مبلغی را برای از این نفر میدین، باز میاین از اینجا ریکورد پیمنت میزنین، 45,540 افغانی از اینا قرضدار هستین. شما مثلا 20,000 افغانی برای اینا پرداخت میکنین. این دفعه شما 20,000 افغانی برای اینا پرداخت میکنین و یک رسیدی هم که بین شما رد و بدل میشه، یک شماره داره، شماره زورم میزنیم، یک شماره رسید 34 هسته. به خاطر محکم کاری بیشتر شماره رسید تا نمیزنیم، بعدا با مشکل نخوریم. اینا ما شماره رسید زدیم، کدام یاد داشتم اگه داشت ما او را وارد میکنیم. مثلا یاد داشتش میگیم که مبلغ و مثلا شخص فروشنده به نام علی احمدی مثلا، یعنی شخصی پول از ما دریافت کرده، یا ساده ایت میگیم علی احمدی تحویل گرفت. صحیح؟ یعنی را یادداشتشم میگیریم، میره ذخیره میکنیم. خب دوباره ترای منیم. مشکل اینترنت بود. خب پرداخت انجام شد دوستای عزیز. اینال ما 20,000 افغانی پرداخت کردیم، اینال 25,540 افغانی دیگه ما از شرکت قرضدار هستیم، به خاطر که ما 45,000 افغانی دوا آوردیم، 540 افغانی از سابقه قرضدار بودیم، اینال 20,000 افغانی پرداخت کردیم، 25,540 افغانی ما از اینا باقی هستیم. دوباره مثلا شخص میاد دنبال پول، شما یک 20,000 دیگر هم برای اینا پرداخت میکنین. این دفعه مثلا میگن این دفعه 20,000 دیگر هم برای آدم پرداخت کردم. این دفعه شاید شماره رسید مثلا 56 بوده و این دفعه دیگه شخص هم ده دنبال پول، او فروشنده قبلی نبوده. اگه فروشنده قبلی بود قبلی، اگه نبود شخص دیگه هم ده. شما که خواستین او را هم یادداشت کنین، مثلا میگن به طور مثال احمد تحویل گرفته.
تحویل گرفت. اینه. خب 20,000 افغانی دیگر هم پرداخت کردین. این شماره رسید چی؟ 5,540 افغانی دیگر از شما طلب است از شرکت. صحیح؟ اینا اگر شما برین دوباره سفارش بدین از این آدم دوا بگیرین، باز سر از اضافه میشه و باز پرداخت کنین، باز کم شده میره. نمیتر سیستم براتون حساب کرده. ولی اگر دوباره مثلا 5,000 افغانی دیگه هم شما پرداخت کنین برای از این نفر، باز یعنی کم شده میره. اما قسمی که در بخش کاستومرها داشتیم، یعنی این قسمت بسیار خوب چی شده، تنظیم شده و حساب شما را بسیار دقیق لحظه به لحظه همونطور هر بار پرداخت کنین، هر بار جنس بیارین، تنظیم میکنه که چقدر قرضدار هستین و چقدر پول بر اونا پرداخت کردین و چه مقدار دوا در کل از اونا آوردین تا به حال. بازی فیلترها هم داریم، میتونین فیلتر کنین، میتونین چی کنین، به هر قسمی که بخواین از این سیستم استفاده کنین. خب این از این قسمتی سپلایرها یا شرکت های ما که شبیه به بخش کاستومرها کار میکنه. حالا ما 5,540 افغانی از اینا قرضدار هستم. دوباره اگه اینا برای ما جنس بیاره، بازم میاین از اینجا میگن که به خاطر انرژی بیل، به اساس انرژی بیل این مقدار دوا. مثلا ما میگیم به اساس بیل 78 همین شرکت گلوبال دوباره برای ما دوا آورده در این تاریخ. یاد داشتم اگه داشتین وارد میکنین، نداشتین وارد نمی. مثلا ما میگم این دفعه انرژی دوا برای ما یک به اصطلاح یک 200 قلم آورده. 200 قلم از این دوا آورده، فی قلمش 100 افغانیه قیمتش. این رو وارد میکنین، ذخیره مینن و این از حالت پندینگ در میرین دیگه. میگن من جنس بخی دریافت کردم، تکمیل 200 دانه 200 دانه دریافت کردم. تایید منین، انجام میشه. این حال حساب از این آدم 20,000 افغانی دیگه باید اضافه شود. 5,540 قرضدار بودیم، 20,000 دیگه هم روی از او باید اضافه شود. در شرکت میاییم میبینین 5,540 قرضدار بودیم، 20,000 دوباره برای ما دوا آورد. این حال 25,540 روپی ما بدهکار هستم و داخل از این که بیایم اینه، یعنی خرید را ما دوباره از اینا انجام دادم 20,000 افغانی و در مجموع تایی قسمت یا تایی مثلا تاریخی که ما با اینا کاروبار داریم، یعنی چی شده 25,540 افغانی ما از اینا قرضدار هستیم. یعنی رقم کار میکنه. این حال شما دوباره پرداخت کنین از اینجا برای اینا، باز از اینجا کم میکنه. مثلا 5,000 افغانی این دفعه شما به شخصی فروشنده پرداخت میکنین یا مثلا 10,000 پرداخت میکنین. 10,000 افغانی شما به شخص در که آورده دوا رو پرداخت میکنین. شماره رسید داره، شماره 89 و یادداشتم اگه وارد کردین خیلی خوب، نکردین هم مشکل نداره. 10,000 افغانی دیگه ما پرداخت میکنیم، 15,000 قرضدار ماندیم. این پرداخت ما ثبت شد. این حالی ما 15,540 روپی دیگه تا اینجای کار قرضدار هستیم. این به این سیستم دوستا حساب میکنه. خوبی از بخش سپلایر و لیست خریدای ما یا پرچیز اوردر ما، اینا احیانا دوستا اگر حساب شما با اینا یک قسمی میشه، شما مجبور میشین یک لیست خریدتانه یا یک بیل برگشت بزنین، باز میشه این رو بیاین برگشت بزنین. از اینجا میاین وید اوردر میزنین. وقتی وید اوردر بزنید این برگشت مخره، قرضداری شما با اونا 20,000 که قرضدار بودین کم میشه و دوا هم رقم کم میشه. سیستم خلاصه دوا برگشت مخره دیگه، دوا برگشت مخره، پول هم برگشت مخره. سیستم رو باز تنظیم میکنه. این از قسمت لیست خریدا. خب بسیار خوب دوستان عزیز، باز در لیست خریدا فیلترها و اینا هم دارین که شما میتونین از اینجا ببینین. موضوع بعدی موضوع شعبه های دوستا که شما میتونین شعبه هایتان از اینجا چی کنین، کنترل مدیریت کنین. مثلا اگر ما فعلا یک شعبه داریم، اگر شما چند شعبه داشتین باز میتونین لیستش اینجا ببینین که من چند شعبه دارم، مشخصاتش ببینین. بعدش هم بخش کارمندا و همو نقشا یا رولایشان هسته که چند تا کارمند دارین و
رول یا نقششون در سیستم چی هسته و بر اساس رول و نقش اینا دسترسی های از اینا به سیستم چی میشه، محدود میشه دوستای عزیز. و شما هر چند تعداد یوزر یا کاربری که نیاز داشته باشین به اساس همون نقششون میتونین اضافه کنین. مثلا یک تا ادمین داشته باشین، یک مدیر داشته باشین، یک تا فروشنده داشته باشین، میتونین اضافه کنین و برای هر کدامشان دسترسی، سطح دسترسی تعیین کنین که در کجای سیستم دسترسی داشته باشه و در کجا نداشته باشه. خب موضوع بعدی دوستای عزیز موضوع مصارفه. شما بر علاوه کارهایی که در رابطه با دوا انجام میدین در دیتابیستان میتونین مصارف روزانه تان هم ثبت کنین. مثلا ما یک تا مصارفی که ثبت شده قبض بیل برق بوده، شما میتونین مثلا بگین که ما به طور مثال به خاطر معاش کارمند، مثال معاش کارمند شما پرداخت کردین، اینجا میگین که معاش کارمندتان نامش هسته مثلا قدرت، معاش قدرت مثلا اینجا یک یادداشت میذارین دیگه پرداخت شد. خب باز اینجا از اینجا از کاتگوریش انتخاب میکنین، سالری، باز مقدارش مثلا یادم 7000 معاش داره، یعنی پرداخت میکنین، نقدی پرداخت کردین و اگر مثلا پرداخت معاش قسمی هسته که یک یوزر رو را چی میکنه ثبت میکنه ولی باید صاحب سیستم تایید کنه تا او پرداخت شوه، باز در اون صورت شما در حالت چی قرار میدین؟ در حالت پندینگ یا انتظار. اما اگر مستقیم پرداخت کردین و دیگر نیاز به تایید چیزی نیست، باز مستقیم میگین که پید، از اینجا میگین پید صحیح. اگر پندینگ بود میگین که پندینگ یا اپروفد، اینایش باز حالتهای دیگه. ما میگیم مستقیم پرداخت کردیم در کدام تاریخ، این در تاریخ. اگر کدام موضوع دیگه یا اتچمنت چیزی بود اینجا وارد میکنین، اگر نبوده چی، مثلا ممکن در فایل دیگه یا چیزی باشه که قرار باشه شما اینجا وارد کنین، باز رو وارد میکنین. اگر نه چی، کدام یادداشت اگر داشتین وارد میکنین، اگر نداشتین چی. بعد این پول پرداخت میکنین و سیو میکنین. خب اینا معاش قدرت پرداخت شده، چقدر؟ 7000 افغانی. و دیگه مصارف اگه داشتین دیگه مصارفتان ثبت میکنین که مارکتینگ باشه، مینتیننس باشه، سالری باشه یا دیگه موضوعات ها باشه، باز میتونین که ثبت کنین در سیستم. این قسمی بخش مصارف هم سیستم بر ما کنترل میکنه. بخش دیگه بخش نوتیفیکیشن ها داریم دوستا که اینجا کل نوتیفیکیشن هایی که در سیستم رخ میده که اکسپایر میشه، تعدادش کم میمانه یا مدت زمان بسته که شما با ما قرارداد دارین، وقتش اگه تمام شده باشه هم براتون نشان میده که چقدر وقتش مانده، چه وقت قراره تمام شوه. اینا رو براتون کلا در بخش نوتیفیکیشن ها میه. و بخش دیگه بخش فعالیت کاربرانه که اینجا برای شما نشان داده میشه که کدام کاربر چه کار کرده. فعلا چون من صاحب سیستم هستم، نقش من به عنوان اونر هسته و فعالیت من اینجا نمیآید، ولی شما اگه دیگه کاربرار داشته باشین مثل منیجر و ادمین و کشیر یا مثلا فروشنده باشه، اونا هر کاری در سیستم کنه اینجا لیست میشه. دیگه بخش بکاپ و ریستور دارین دوستای عزیز. سیستم اتومات از دیتای شما روزانه بکاپ میگیره. باز تاریخچه بکاپ اینجا براتون چی میشه؟ ثبت میشه که در این تاریخ یعنی بکاپ گرفته شد، در این تاریخ یعنی بکاپ گرفته شد. باز بعد از اون شما اینجا دکمه دانلود داره. باز احیانا اگر به مشکل مخورین، یک زمان دیتایتون پاک میشه، باز میاین بکاپتون از اینجا دانلود میکنین، فایلش را سرور، باز از اینجا ریستور فایل میزنین، باز همون فایل را که دانلود کردین، خب باشه باز شوه، همون فایل را که دانلود کردین در سیستم او را چیکار میکنین؟ از اینجا آپلود میکنین. باز وقتی که آپلود کردین اتومات سیستم چیکار میکنه؟ دیتای از اون بکاپ رو برای شما ریستور میکنه، دوباره پس میاد دیتایتون. و بهتره که شما اگر مثلا بعدا با ما پیش رفتین خواستین بکاپ و ریستور کنین، یک هماهنگی با ما داشته باشین که کدام مشکل پیش نیاد قسمت دیتایتون. این
بخش بکاپ است. دیگه اگر خودتان بخواین مثلا همون لحظه بکاپ بگیرین، باز اکسپورت میزنین، یه باز برتان بکاپ میگیره. در غیر از سیستم اتومات بکاپ میگیره و فیلتر هم میتونین داشته باشین و از اینجا میتونین ریفرش کنین. خب این موضوع بکاپ و ریستور کردنش است. خب دوستان، این بخشای کلی سیستم بود. از اینجا میتونین از سیستم لاگ اوت شوین، خارج شوین و تمام موضوعات ما در موردش خلاصه صحبت کردیم. و اینو اگه در داشبورد بیاین شما، مصارفتان هم باید چی باشه؟ چارتش را آمده باشه. ما امروز در کل ما 3650 افغانی فروش داشتیم. این ما همچنان 3650 افغانی دیگه فروش نداشتیم، اینمی قدر فروش داشتیم. مصارف ما این ما 7000 افغانی شده و در چارت هم نشان میده که در این ما در تاریخ 4 ما 7000 مصرف داشتیم و اینجا هم نشان میده که از تاریخ 4 تا 5 را ما حدود 3650 افغانی فروش داشتیم و دیگه تاریخ ها را اگه شما داشته باشین بعدن باز اینجا کلگش نشان دیده میشه، چارتایتان نشان میده. دیگه دعوایتان اگه اکسپایر شوه اینجا میایه و دیگه مسائل اینجا میایه. یعنی است دوستا دیتابیس دواخانه بسیار تکمیل و تمام بخش‌ها درش در نظر گرفته شده و تمام قابلیت هایی که شما نیاز داشته باشین برای یک چی دواخانه باز اینجا در نظر گرفته شده و بسیار خوب کار میکنه.